حاجی این استام مثل بازار، بیشتریا در پیجشون رو تخته کردن تا وقتی که حال همه خوب بشه، چه اونایی که ایز حالا میلیونی و بزرگ و قدیمی این کارن، چه حالا مایی که 2-3 روز پیج زدم و فالوور آنچنانی ندارم. منم حاجی به احترام مردم، حالا یا اونایی که بزرگترن تو این کار، فعلا فعالیتی نمیکنه، هرچند که قصدم حالا خندیدن بقیه بوده، ولی به نظرم چیز خنده‌داری الان دیگه وجود نداره دیگه، حداقل الان. پشت هم دیگه باشید، به احترام هم دیگه حداقل خیلی کارا رو نکنید، خیلی جاها نرید. انشالله که حاجی درست میشه وضعیت. خدا بزرگ.